تو رفتی در پایش سجده کردی، امی جناب مرشد خود دیدی که الله اکبر در جماعت مسلمان ها یک جای نشد، یک روز نماز به جماعت نخواند، او میگه که من هر چیزی تو را خبر دارم، فکرت باشه، در خانم تو را میبینم. تو را امی گپا میزنه تو چطور مسلمان هستی؟ تو چطور باز میری دستش بوسه میکنی مسلمان؟ و برادرم نکو پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستی. آیا تو به قرآن ننشستی؟ زمانی که خضر و موسی علیهم السلام اردو با هم تعهد و پیمان میکنه، موسی علیه السلام میگه من سرت انتقاد و اعتراض ندارم، سوال نمیکنم، هر چیزی که انجام میدی پیمانم میگیره. لیکن زمانی که امر صادر میشه که خلاف در ظاهر خلاف چیست؟ شریعت است، موسی علیه السلام آرام میشینه یا انتقاد میکنه؟ به این خاطر قصه را قرآن آورده که زمانی که کلانتان ولو که هر کس باشه خلاف شرع عمل انجام داد، شما حق انتقاد و اعتراض داری. نکرده اعتراض نکرده. پیغمبر علیه السلام گریان میکنه در زمانی که نواسی خود میبینه که در حالت جان کندن است. عمر را دل میگه ما هذا یا رسول الله، این چیز اونجا ما را منع میکنی که گریان نکنی، اینجا خودت گریان میکنی. انتقاد نیست؟ بگوی برای عزیزت که او پیغمبر تو ما را منع کردی از گریان، او اینجا خودت گریان میکنی. پیغمبر علیه السلام توجیه میکنه برش، میگه از گریان منع نکردیم، از ریختاندن اشک منع نکردیم، از فریاد و چیغ زدن و واویلا کردن منع کردیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی گپ میزنه. خب گوشیتون آواز کنی. ما امروز در جمعه دیگه بخیر علاماتی از یار باز بیان میکنم. ما امروز نه پیر صاحب است نه ملا صاحب است، برای ما مناسب نیست. والا دیدم شکین طور میکرد، ملا صاحب دیدم شراب میخورد، خب من گفتم گم که یک آدم کلان است، شاید کدام وجه داشته باشه، از او خاطر برش نگفتم. پیر صاحب دیدم قطیزن بیگانه یک جای دست داده بود. خب ما سری از او نمیفهمیم که او در کدام عالم است. و در این وقتا از این عالم بیرون میشه، یک عالم دیگه برش حاصل میشه. الله اکبر، الله اکبر. ای مومن تا که در غفلت باشی، تا که تاریکی را سری خود کشکه در آیستی، یک کمی برای در روشنی. برو با کتاب الله آشنا شو، برو با حدیث پیغمبر آشنایی پیدا کو، یک دفعه برش زانو بزن، بشنو قرآن برات چی میگه، حدیث برات چی میگه. نیست میطور. مردم ما تباه برباد نشده. دختر پیر میشه در خانه، خیرت از چرا نمیدی؟ پیر صاحب کمری از زیر بسته کرده. کمر بسته کردن پیر چی میتونه؟ نکاح حرام شد. حل و حرمت و از جانب الله تبارک و تعالی است. ما چطور فرقی حق و باطل نشناسیم؟ شما بگوی. الله اکبر. عبدالله ابن ام مکتوم، عتبان ابن مالک رضی الله عنهما صحابه هستند که کور هستند. یکیش اجازه طلب میکنه از پیغمبر علیه السلام که من در جماعت آمده نمیتونم، چرا مدینه کثیرت الهوام است، چیزای موذی و حشرات خیلی زیاد است، آمده نمیتونم. اول اجازه میده پیغمبر علیه السلام، باز چند قدم که میره باز صدا میکنه، میگه آذان در گوشید میاد، و میگه که بله یا رسول الله. گفت نمیشه، به جماعت. با کور پیغمبر اجازه نمیده بعد در جماعت حاضر شود. او در جماعت پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین که مشخص با پیغمبر معلوم بود در صف بود یا نبود. پیغمبر قطعی از او یک جای نماز میخوان. خب پیر صاحب امروز قطعی شما مسلمانان نماز نمیخوانه، میگه لیاقت نداریم ما، قطعی این مسلمانا کلش دختر فروش است، این مسلمانا کلش سودخور است، کلی تانه بیخی نعوذ بالله از خط او طرف کرده. چطور مرید هستی که تو بازم میری پای زیر بوسه میکنی؟ این خود تو را میگه که تو مسلمان نیستی، قطعی تو نمازم نمیشه. خب کسی برش پیدا نشد که جناب پیر صاحب خیر است، او مردمی که از تو وظیفه نگرفته او را نه، امی مردمی که به تو سجده میکنه، قطعی ازی خود نماز بخون به جماعت، قطعی ازی خود به جماعت نماز بخون، قطعی دیگه خود نمیشه. ولی نماز میخونه، جماعت به عمر نمیبینه، به عمر نمیبینه. عجیب است، عجیب مسلمانای داریم. عزیزان گرامی، برادر مسلمانم، ما به الله قسم دشمنی با کسی نداریم. ما دل ما میسوزه، سری ملت خیلی دین دوست، محبت با دین داره،
از عقیده باطل خود دفاع میکنه. ای حی، کاش که عقیده صحیح قرآن فرا میگرفت، کاش که راه صحیح پیغمبر میدانست که از این دفاع میکردی که در روز قیامت در زمره کدام مردم خلق میشدی، پیدا میشدی.